از پنجره من صالح. از پنجره ام می توانم چندین دودکشی کارخانه را ببینم که کربن دی اکساید در رنگ‌های مختلف، عمدتاً خاکستری، سیاه و یا مایل به نور آبی ازش می براید. بوی آن دود باور نکردنی است، خصوصاً در یک روز که باد می وزد. به خاطر از این دود من باید تمام پنجره های خانه ام بسته کنم در تمام وقت به جز روزی که کارخانه بسته است. من اعتقاد دارم که من هر روز شاهد گرم شدن کره زمین هستم. من تعجب می کنم اگر من قادر به باز کردن پنجره های خانه ام باشم و هوای آلوده را بوی نمایم. چگونه زمین می تواند فرار نمود بدون صدمه در حالی که در تمام مدت از همان هوای آلوده تنفس می کند؟ کدام کس باید قیمت این را پرداخت نمود؟ من باور دارم که معرفی قیمت کربن در بزرگترین آلوده کننده در استرالیا برای پیدا کردن راه‌های بهتر از کار کردن بدون به وجود آوردن آلودگی بسیار اقدام منصفانه و عملی است. من یک استرالیایی به طور متوسط هستم، اما برایم فرق نمی کند که $1 بیشتر پرداخت نمایم برای مصرف انرژی و یا صورت حساب مواد غذایی ام، در صورتی که دولت می تواند کمک کند به خانواده ها مثل من. حداقل من بتوانم پنجره ام را باز کنم.